برادرای مهربون سلام. روی صحبتم با شماست. این روزا روزای خیلی سختیه، روزای دردناکیه، روزای غمگینیه و روزای دارک و سیاه. روزایی که جنگ شده و داریم از نزدیک برای بار دوم جنگو لمس میکنیم. بعضی از شما پدر مادرها شاید جنگ اول یعنی جنگ ایران و عراق رو پشت سر گذاشته باشین، تجربه داشته باشین. اما یادتون باشه بچه‌هاتون این تجربه رو ندارن. شاید بالاترین صدایی که شنیدن صدای ترمز یک ماشین بوده توی خیابون، یا جیغ یه بچه بوده توی همسایگیشون، یا افتادن قابلمه از روی گاز. این بچه‌ها آماده شنیدن صدای موشک نیستن، نگرانن. خواهش میکنم ازتون جلوی بچه‌ها اخبار جنگ رو مرور نکنید. در مورد خسارت‌هایی که جنگ به ما زده حرف نزنید. از فضایی که سخت، سنگین، بد، غمبار بچه‌ها رو دور کنید. گناه دارن. و از اون مهمتر این بچه‌ها قرار آینده این مملکت رو بسازن. یک بچه مضطرب، یک بچه نگران وقتی بزرگ بشه با نگرانی همه کاری رو انجام میده. مراقب بچه‌ها باشید.